تا جشن نوروزی بین‌المللی در قدی کوچه‌های شهر خوجند نزدیک 300,000 گل‌های آرایشی موسمی شنانیده می‌شود. حالا کارمندان کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری در شهر خوجند در 4 گرمخانه تخم گل‌های موسمی پیتونیا، مرجانگل و تگس را نگاهبین و پرورش می‌کنند. نزدیک 600,000 از این نمودی گل‌ها در مرحله غنچه‌بندی میباشد. سر اگرونومی مؤسسه کبودیزارکنی و گلپروری ارگشای گدایبایو میگوید شنانیدن گل‌های آرایشی موسمی در قدی کوچه‌های مرکزی شهر خوجند از ماه مارت آغاز می شود. یکم پارتی میپرتایم برای تیار کردن یکم گل که میبریم بعد از اون دویم پارتی میشنانیم برای پیش قفا تیار شدن گل با ما گل ماه دکابر پارتافتیم، ماه январ mana bu پارتافتیم، ماه نوامبر هم پارتافتیم گل تخمی گل. حاضر گل ما aynı حال تیار برای شناندن تیار. اما از بس که هوا سال نوتوب برای همین کمتر دیر مرد میشه گل ما. بنا به گفته مسئولین کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری در یک گرمخانه 200,000 گل‌های آرایشی موسمی پرورش کرده می شود. تخمی گل را ماه دکابر در لابراتوری گرمخانه پاشیدند که تا نشأه‌نمایی آن پوره از طرف کارمندان مؤسسه نظارت کرده می شود. گفته می شود که گل‌های آرایشی پیتونیا، مرجانگل و تگس دوامی 3 ماه تیار می شوند. بعدا این گل‌ها را به محیط بیرون آماده کرده و کوچه‌های شهر می شنانند. من گلومو که اکنون تیار من уже کورک تیار شده است من ولی در وقتی در عین حال کورک تیار و نزدیک گل با وقتتر در تیار میشه دیگه آن نوروزم پیشتر تیار میشه گلومو. گلپرور حسنی ترسونوه میگوید نگاهبین و پرورش این گلها خیلی مشکل بوده، نازکی‌های خود را دارد. بنا به گفته وی به این گلها آب بسیار لازم نیست، زیرا در حالت بسیار آب دادن گلهای آرایشی زرد شده احتمالی نابود شدنش جای دارد. اینا من تخم پاشیدم بعد تا بروندن میپایید، من بروندن بعد تا شناندن استمانی استکانجی که ما این با دابرینی تیار میکنیم به همین پورهایی که ما تیار میکنیم در درونی همین من حاضر دیدید چون که اونجا تگیس کندیم همین هم گفته همینجا پرساتکا میکنیم. ما بین پرساتکا کدام بعد اینه میبینیم آب توبش نگاه میکنیم مل آب خورد مثال زرد میشد برای همین آب توبش کمتر کده نگاه بین کده جای خوشکش به آب دادن نگاه میکنیم. گل آرایشی سالویه یا خود مرجانگل دو رنگ دارد، سرخ و سفید. گلپروری گرمخانه میگوید حالا این نمودی گل برای شنانیدن و به بیرون برآوردن قریب آماده شده است. ما اینا برای تیار کردن بیرون برآوردن من بالند فارچکای کشوده میستیم. این 27 گرادوس به میبرد بعد برآمدن 25 گرادوس میشد 24 20 اسم گفتم بعد لابراتوری اسم میگیریم 18 گرادوس 18 سکسکیم 15 12 10 سکی من بیرون هواش به مطابقت کننده ماه مارت به من چنانه که دیداستان آپارنگ یک بار برو سولمش میکنه خودش میپتاد برای همین ما بالاهای کشاده اینا همین گله با بیرون برآورده شناندن تیار میکنیم. مسئولین کارخانه دولتی کمونالی کبودیزارکنی و گلپروری شهر خوجند تصمیم دارند که تا جشن نوروزی بین‌المللی در مؤسسه باز یک گرمخانه برای پرورش و نشأه‌نمایی گل‌های آرایشی موسمی ساخته به استفاده دهند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.